السلام علیکم مردم خوبی تاجیکستان. مدینه حیدرزاده هستم و صدای مرا میشنوید از استودیوی رادیو مهر. این روز خجسته و این عید بزرگ را به تمامی شما مهربانان تبریک گفته بهترین آرزوها را دارم. عید سعید قربان مبارک. قرنها پیش مرد آسمانی که تمام هستیش را وقف پروردگار کرده بود مورد آزمایش الهی قرار می گیرد. شب در خواب خداوند او را امری به قربانی کردن فرزندش می کند. فرزندی که با 1000 امید و آرزو از درگاه خداوند طلبیده بود. اما او ابراهیم است، ابراهیمی بت شکن. او کسی است که به تنهایی در برابر بت پرستان و نمرودیان سینه ستبر کرد و یقین داشت که خداوند در همه حال حامی و پشتیبانش است. آری یقین، توکل خالص و این گونه است که به درنگ پا در آتش می گذارد و می داند که او اگر بخواهد زیباترین گلستان عالم است. پس این بار نیز یقینش به اوست باز سری تعظیم در برابر امر پروردگارش فرود می آورد و فرزندش نوری چشمش میوه دلش را به قربانگاه می آورد و آماده ذبحش می شود. معلوم است که فرزند چنین پدر چه زیبا تسلیم خدا بودن را آموخته است و چه زیبا برای معبود سر بر بالین خاک می نهد. ابراهیم خنجرش را روی گلوگاه می گذارد و در این لحظه ندا می آید از آسمان که ای ابراهیم مبارکت باد این بندگی، براستی که خلیل اللهی. ناگهان چشم ابراهیم به قوچه می افتد و ندا می گوید این برای توست از جانب پروردگارت، این را قربانی کن. حالا این عید ما و شماست و باید از خود بپرسیم که چرا قربانی کردن لازم است. اسماعیل من کیست و یا چیست؟ پولم، منصبم، املاکم، مقامم، چرا؟ راستی شما نیز از خود پرسیده اید؟ براستی ابراهیم همه عمر نفسش را قربانی کرده بود و برای اینکه ما هم مثل او شویم کافی است هوای نفسمان را در راه رضایت پروردگار قربانی کنیم. بار دیگر عید فرخنده قربان بر شما دوست عزیز مبارک. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org